من همیشه برای اینکه خودم یه ثبات کلامی داشته باشم یه شعری هست که خیلی دوستش دارم از اخوان همیشه اینو میخونم و برای خودم یادآور خیلی خاطرهای خیلی قشنگه. علی رفت زرتشت فرمانده خفت، شبان تو بگشت و بودای پاک، رخ اندر شب نیروانا نهفت. دیگر هیچ کس نیستند در زمین، دیگر ناکسانند و نامردمان. بلند آستان و پرید آستین، همه قندیل‌ها پوچ و پژمرده‌اند، همه راه‌ها مانده بی رهگذر. خدایا تو گر برده‌ای جانشین تو کیست، وگر زنده‌ای کین سزاوار نیست. به نام خدا. آرش شاکری هستم، 27 ساله، نویسنده وبلاگ درخت بیسایه در حال حاضر. شروع وبلاگ نویسی از سال 80-81 بود با تیری در تاریکی. از اولین وبلاگایی بود که اون موقع به حال سرش به قرمه سبزی میداد علیرغم سفارش‌های چپ و راست دوستان. ما بچه هفت گوشگاهی نبودیم و متاسفانه وبلاگ فیلتر شد. وبلاگ فیلتر شد و من اتفاقا چند روز پیش که داشتم صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد رو گوش می‌کردم توی سازمان ملل که به خبرنگاران می‌گفتن که ما در ایران آزادی مطلق داریم، گفتم که البته به اون مطلقی هم که شما بیان می‌کنید پیش خودم گفتم نیست، قاعدتاً یه مقداری نسبی‌تر از این حرف هست و نسبی‌تر از نسبی هستش، چون که آزادی مطلق ما این بلا رو سر این سایت‌ها و وبلاگ‌ها و روزنامه‌ها قاعدتاً نباید می‌آورد. ولی خب به هر حال البته این وبلاگ در زمان آقای خاتمی فیلتر شد، ولی به هر حال وبلاگی بود که فیلتر شد. تو این فاصله 3-4 تا وبلاگ بود که اسماشو هیچ موقع بیان نکردم و هیچ موقع هم از دنیای مجازیش نخواستم خارج بشم و هنوز هم که هنوزه دوست دارم اون وبلاگ‌ها مجازی بمونم. درخت بیسایه توی یک سال گذشته اولین وبلاگی بود که تصمیم گرفتیم از پشت پنجره مجازیش بریم بیرون و نویسنده‌اش مشخص کنیم و حسن نشد منظورم. با سلام و عرض خوش آمد میگی خدمت شما شاکری. اولین سال فقط پیشاپیش من بگم به حال اونجا یه رفاقتی با یه تعداد از دوستان داریم در نظر بگیرم. ما تو نوشته ها کلا میتونیم دو نوع نوشته داشته باشیم که یکی آگاه کننده است، یک متقاعد کننده. به نظر من شما بیشتر پستاتون حالت متقاعد کننده نوشته، یعنی مثلا من خودم هر چی گشتم خودم تمام حرفاتون رو قبول داشتم و برای همین نمیتونستم از توش سوالی در بیارم که بتونم اینجا مطرح کنم. و برای همین می‌خواستم نظر خودتون چیه، چرا مثلا این طریق نوشتن انتخاب کردید؟ عرضم به خدمت شما که درخت بیسایه یه اشکالی که این اواخر پیدا کرد خیلی خیلی سیاسی شد، چون این وبلاگی بود که شروع شد با در اصل ناهنجارشناسی اجتماعی. ما هنجارشناسی اجتماعی داریم و این با ناهنجارشناسی اجتماعی شروع شد و قصدش هم اول از همه آگاه سازی بود. به هر حال خیلی از وبلاگ‌ها، خیلی از سایت‌ها، خیلی از نویسنده‌ها، شعرا و هستن که سعی دارن در آگاه کردن. هدف اصلی درخت بیسایه هم آگاهی بود و آگاه سازی بود. متقاعد کردن خیلی کمتر، شاید جست و گریخته اعمال نظر خود من بدون اینکه قصد شخصی و قصد باطنی داشته باشم توی نوشته این حالت رو ایجاد کرد. بعضا خوندم دیدم که خب خودم پیشنهاد دادم، به نظر خودم در ادامه پیشنهاد گفتم که این درست نیست. درست نیست از اون جهت که به هر حال باید فرصت رو گذاشت برای مخاطب و خواننده‌ای که داره میخونه سایت یا وبلاگ رو یا مطلب رو که خودش کلاشو قاضی کنه و تصمیم بگیره که به هر حال صحبت‌ها رو میشنوه، صحبت‌های تمام سمت‌ها رو، صحبت‌های موافق، مخالف، صحبت‌هایی که حتی امکان داره این صحبتی که دارید شما رو می‌خونید کاملا تکذیب کنن و شما تا تکذیبیه این صحبت رو نخونید قانع نشید. یعنی امروز عقیدتون روی یک چیزی بوده که خوندید و فردا ببینید که شخصی خیلی زیبا اومده این رو تکذیب کرده و شما ببینید که اون تکذیب درستی. من گاهن نتیجه گیری هم کردم و این نتیجه گیری یه نتیجه گیری شخصی بوده. من گرایشات حزبی دارم در سیاست ولی وابستگی حزبی ندارم. این یه چیز کلی هست.
ما قاطی نکنیم ولی وابستگی سیاسی ندارم و همیشه سعی کردم گرایش سیاسی رو اعمال کنم تو مطلبی که می‌نویسم. حتی اگه مطلب میشه گفت راجع به اجتماع باشه و مطلب اجتماعی باشه، باز هم سعی کردم رگه‌هایی از سیاست و چیزی که مد نظر خودم هست تو ذهنم هست رو بهش اضافه کنم. همین اول کار خودت یه مطلبی اشاره کردی که یه مدت گذشته که بعد از اینکه شروع کردی نوشتن مطلب‌ها از قالب اجتماعی یا نقدای اجتماعی که حالا موزلات جامعه رو نشون میداد تبدیل شد به نقدای تا حدود سیاسی یا کنایه‌های سیاسی، بعضی هم طنزآرا. همین اولش که خودتون اشاره کردین خواستم فقط بپرسم چرا این تغییر ایجاد شد؟ یعنی تا یه مدتی شما صرفاً مطالب اجتماعی، نقد اجتماعی می‌نوشتید ولی در تبدیل مطالب سیاسی اونم از اون طنز شد. صحبتی که در اصل میشه راجع به این چیزها این هستش که ما توی جامعهمون به جرئت میتونم عرض کنم شاید زدن این حرف اینجا اشتباه باشه یا درست، ولی من بیان میکنم ما طیف سکولار خاصی تو جامعه نداریم. طیف سکولاری که بیاد واقعا همه چیز از سیاست جدا کنه. چون جامعه ما همه چیزش با سیاست قاطی شده. یعنی مشکلات اقتصادی ما و مشکلات فرهنگی ما و مشکلات جوامع ما و مردم ما، چه اقتصادی چه فرهنگی چه اجتماعی، می‌بینیم که دستخوش بازی‌های سیاسی است و دست‌های پشت پرده هستن که به هر حال با عدم هماهنگی‌ها، عدم برخوردهای درست و عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع، شاید منفعت طلبی‌های خاص خودشون و منفعت طلبی‌هایی که اول خودشون رو در نظر می‌گیرن و بعد اجتماع رو، اینها همه باعث شده که تمام مشکلات این جامعه شاید 90% دست از مواضع و مشکلات سیاسی داشته باشن و در اصل جناح‌بندی‌های ما و جناح‌های سیاسی ما هستن که خودشون مشکلات اصلی اجتماعی و فرهنگی رو ایجاد می‌کنن. گاهن سردمداران سیاسی ما مشکلات اقتصادی رو ایجاد می‌کنن و مشکلات فرهنگی رو. بنابراین می‌بینیم که هیچ کدوم از این چیزا به سیاست بی ارتباط نیست. یعنی شما می‌خواید بگید که اون نقد اجتماعی که می‌کردین قانع کننده نبود یا کافی نبود یا نه اینو بهتر دونستین؟ یه موقعی ما یه لایه‌ای رو داریم نگاه می‌کنیم که برای ما لایه کافی هستش. یعنی میگیم خب این لایه بس برای ما توضیح دادن از این لایه کافیه. ولی هرچی عمیق‌تر میشی و پایین‌تر میری به مرکزیتی میرسی که اون مرکزیت شاید میشه گفت چیزی خارج از سیاست این جامعه نیست. عرض کنم که من بغیر از این کاری که الان توسط انتشارات فرهامی در دست چاپ هستش که امیدواریم به زودی زود توی ماه آینده کتابش بیاد بیرون به نام کلیدهای کوچک، کار قبلی که ارشاد خیلی زحمت کشید و دست مفصلی به سر گوشش کشید که کتاب تقریبا از 84 صفحه مبدل شد به 48 صفحه و انتشارات شوکا آقای شهاب شهرزاد زحمت کشیدن و چاپش کردن. کتابی بود به نام اشک‌های گیتار که بعضا دوستان دادم خدمتشون، یکی از بیرون تهیه کردن. واقعا حتی من درد و دل‌های خودم رو هم زمزمه‌ای از این ساز می‌دیدم. یعنی اگه درد و دل داشتم می‌کردم بنابر اسم کتاب گذاشته بودیم در اسم درد و دلش رو اشک‌های گیتار و میشه گفت بعضا توی هر مجموعه‌ای که ما نوشتیم، چه مجموعه تنهایی چه مجموعه‌ای که بودایی که جای چاپ شد، سعی کردم به عنوان حق رفاقت یادی ازش بکنم. خیابان انقلاب شما تشریف ببرید، بعضا از این مغازه‌ها سوال کنید، پول زحمت بکشید دست تو جیب مبارک کنید، کتاب رو تهیه کنید، دو سه تا چیز خیلی خوب داره. یکی این که به اقتصاد جامعه کمک میشه، چرخا میچرخه به هر حال، ولی این چیز زنجیروار هستش. تقصیر ارشاد نبوده که 84 صفحه 48 صفحه کتاب تایپی بوده. نه کاملا. این تو اجتماع هست و مسائل سیاسی که پشت این داستان‌ها هستش که این اشخاص باید به اینجاها برسن، در صورتی که ما صدها پرونده اقتصادی باز داریم که همچنان مختومه اعلام شده و کسی پیگیرش نکرده و حتی دوستان نمیدونن که این داستان به کجا رسیده، فقط یه چیزی خوندن تو جلوی. سلام جناب چاکری، خسته نباشید. سلام. می‌ایستم که شما بهتر. من که ضمن صحبت شما خیلی مقدارم به آقای واحدی میگیم که منت به سر ما گذاشتن.
ببخشید. من یه سوال کوتاه میپرسم از شما. اینطور که من وبلاگ شما رو بازخوانی کردم، اینطور برداشت کردم که شما بیشتر به دنبال اشکال تراشی هستید تا چاره اندیشی. آیا بیشتر نباید چاره اندیش بود تا اینکه ما به دنبال اشکال ها باشیم؟ همینطور که شما نقدی رو میکنید، در مقابلش باید تشویق یا تمجیدی هم قرار داده بشه. به هر حال فکر می‌کنم توی وبلاگتون کمتر به بحث تشویق کردن یا در قبال جواب پاسخ این خانم من به شما میگم زیبایی‌های این مملکت یا آدم‌های این مملکت رو بیشتر دیدم، فکر می‌کنم باید بیشتر بهش پرداخته بشه. اجازه دارم جواب بدم؟ خواهش می‌کنم. مرسی. ببخشید. عرض کنم به خدمت شما که قطعا توی ادارجات و مکان‌های دولتی کارتون افتاده. شما موقعی که وارد اداره میشید و میرید پیش شخصی که قرار کارتون انجام بده، شما هیچ موقع براش نمیتونید بگید که آقا اینو انجام بده، بنویس، بذار، پوشه کن، تمرش هم بزن بده به من. ایشون میگه که شما ببرید یه میز دیگه امضا کنید، بعد ببرید دبیرخونه اونجا ثبتش کنید، بعد ببرید بالا قسمت پرونده ها اونجا پرونده تشکیل بدید. هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. یعنی توی اداره یک شخص اگر که اینجوری بود، یک شخص برای یک اداره کافی بود. گفتن ایشون رئیس اداره است، ایشون ثبت نام میکنه، ایشون مینویسه، ایشون مهر میزنه، ایشون تایید صلاحیت میکنه، ایشون بایگانی میکنه، ایشون هم هفته دیگه به شما جواب میده. در صورتی که ما توی جایی که نامگذاری میشه به نام اجتماع، وظایف گسترده‌ای داریم. وظیفه یک نویسنده، چه از لحاظ نویسنده کتاب، چه شاعر، چه وبلاگ نویس، چه سایت نویس، چه حالا روی همین ها ما بحث کنیم. اینها میتونن یک سری مشکلاتی که مد نظر خودشون هست با کلیشه‌هایی که تو جامعه دارن و شابلون‌های خاص خودشون و شابلون‌های فکریشون، میتونن یک سری از مشکلات رو معرفی کنن. من به شخصه شاید نتونم مشکل اقتصاد مملکت رو درست کنم. نه تنها من، هیچ شخص دیگه نمیتونه این کارو بکنه. ولی وظیفه نویسنده، وظیفه وبلاگ نویس، وظیفه نویسنده کتاب این هستش که مشکل رو معرفی کنه. مشکل ما معرفی که شد، اشخاص دیگه‌ای که بی‌صلاح این کار هستن، اونها اولا اگر دارای وجدان صاف و باطن روشنی باشن باید تلنگر بکنن. وقتی می‌بینن سایت‌های مختلف، نویسنده‌های مختلف دارن هر روز به کراتی مشکلات رو بیان می‌کنن، وقتی که واقعاً اون درصد خیلی کمشون نداره تلنگره رو خوردن، اونها میتونن به فکر این جامعه باشن و راهکار بدن. شما مثلا با این کار کوچیکتون، با این جرقه کوچیک باعث یک آتش بزرگ نمی‌شه از اولا که این قطره کوچیک قطره هستش از دریای بی‌نهایت اشخاص. بله. همین که شما می‌فهمید که من هم در راسته خودم دارم به دنبال اشکال‌ها هستم و اشکالات رو در این جایگاه این مملکت دارم پیدا می‌کنم، بازگو می‌کنم، میتونیم کار دوم رو بکنیم. مثل شما مثل یک مصرف کننده. بله، میتونیم کار دوم بکنیم. سرمون رو بکنیم زیر برف، مثل کپک. این خیلی قشنگ‌تر از فکر کنم از نظر شما. من الان خدمت دوستمون خانم هم عرض کردم، گفتم من به شخصه از دست خودم اگر کاری بر بیاد انجام میدم، اون وقتی که بتونم انجام بدم. ولی وقتی ما میبینیم این مشکلات هست، نمیتونیم بگیم نیست، نمیتونیم بگیم شما چرا بیان نکردید. من پستی رو گذاشتم در مورد سردار زارعی، پستی که به هر حال خیلی از سایت‌ها و وبلاگ‌های دیگه هم گذاشتن این پستو، و پست‌های اقتصادی دیگه هست، پست‌های اقتصادی که ما می‌بینیم واقعا واقعیت جامعه است. این گرونی، این مشکلاتی که تو این جامعه هست با توجه به این ذخایر غنی، اینا واقعیت، دروغ نیست. گشنه بودن قسم مهمی از این مردم، فقر خیلی خیلی افراد زیادی که شما تو این جامعه دارید می‌بینید، کمک‌های عجیب غریبی که داره به فلسطین میشه که به نظر من درست است و باید بشه، ولی میگم در وهله اول مردم جامعه ما مستحق‌تر هستن از مردم فلسطین. اینها واقعیت هستش، اینها دروغ نیست و اینو نمیشه قایم کرد. این به هر حال بیان میشه همه جا. ما نقد زیاد داشتیم، نقد سازمان روحانیت من متعلق بگیر تا اساس نقد ملت ایران توسط مؤسسه بازرگان، این سیاه‌نمایی نیست. این نقدها باید انجام بشه تو هم مرحله توصیف و تحلیل، زیر همون حالا بحث جامعه شناختی خودش. آرش جان، یه نکته می‌خوام، چند تا نکته می‌خواستم خدمت عرض بکنم، به عنوان سوال طرح بکنم ازت. ببین تو با توجه به صحبتایی که با هم کردیم، روحیه‌ای که ازت می‌شناسم، یه تیپی هستی که دغدغه سیاسی داره. خب این دغدغه موجب میشه که پستی که می‌نویسیم، چیزی که از ذهنیتت برمیاد،
و از پس زمینه‌های ذهنیت برمیاد لزوما با مسئله سیاسی گره بخوره. اما هیچ پستی رو من به شخصه به معنای اعم کلمه سیاسی به این معنی که یک سوژه خاص رو بگیر روش کار بکنیم و نقد، یعنی عموما این سوژه مایه طنزه توش هست. خب و اصولا سعی می‌کنیم تا داستانوار بریم، چه مدت جدی‌تر به ماجرا نگاه نمی‌کنیم. یه جمله عرض کنم، این جمله کاملا به شوخی هست و پیش دارم عرض می‌کنم. یه جمله معروفی نیچه داره، میگه مثل غیبت که سلاح خانوماست، شوخی هم سلاح مرداست. و عرض کنم که به خدمتتون موضوع طنز و قالب طنز باعث میشه که کمتر به افراد بر بخوره. یعنی یک موقعی هستش که من به شوخی میام به شما چیزی رو میگم، یک موقعی هست همون صحبت رو میام با شما جدی میکنم. وقتی با شما صحبت رو جدی میکنم شما خیلی امکان داره به طور مستقیم کامل بهت بر بخوره. ولی وقتی من توی شوخی اون صحبت رو با شما میکنم، شما اون لحظه به خنده و بدون به دل گرفتن میگذرونی و امکان داره به زودی روش فکر کنی و اون خیلی موثرتر هست تا اینکه بخواد بهت بر بخوره و بخواد بهش فکر کنی. یه نکته دیگه خیلی کم کاری. من چند ماه فقط مثلا 7-8 ماه اخیر تو رفتم نگاه کردم کامل با ایزد، منم که میشناسید دیگه، رفتم نگاه کردم خیلی کم کاری. اون خروجون مثلا آرش پر جنب و جوش که من دارم میبینم اینجا با اون چیزی که تو وبلاگ زمین زیرزمینی فرق میکنه. بازم دو تا مطلب باید خدمت درس کنم. یکی اینکه جنب و جوش به هر حال باید تقسیم بشه. ما یه قسمت جنب و جوش رو باید تو وبلاگ بذاریم، یه قسمتش باید تو کتاب بذاریم، یه قسمتش برای زندگیمون نیاز داریم و یه قسمتش می‌خوایم به هر حال کار دیگه بکنیم و این باید انرژی آدم باید تقسیم بشه. مطلب دوم این هستش که به نظر من قطعاً یک وبلاگ نباید هر روز یا هر هفته یا هر ماه آپدیت بشه. من تا موقعی که مطلبی به نظرم درست نرسه و مطمئن نباشم از اون مطلب هیچ موقع نمیشینم که بخوام یه کاغذی بذارم جلو، چون اجباراً یک هفته است ننوشتم، اجباراً من الان باید یه پستی رو بذارم چون یک هفته است پست نذاشتم. حالا برای من اتفاق نمیفته. سعی می‌کنم اگر حرفی رو می‌زنم حرف از ته دل باشه، از سر بی‌حوصلگی نباشه که الان وقتمون بیکاریم و پای اینترنت نشستیم پس یه پستی هم بذاریم. کما که بعضا خیلی این کارا رو انجام میدن. یا مثلا خب حالا پست ندارم، تقویمو نگاه کنم ببینم الان میلاد جشنه که حالا که پست نداریم یه تسلیتی بدیم، حداقل تبریکی بدیم. اینا هم لازمه، ولی خب بعضا من حتی دیدم دوستانی این چیزا رو به عنوان اینکه پست ندارم به قول معروف میذارم که بالا که حالا بگذره. تا اونجایی که من لازم ندونم پست نمیذارم، حتی اگه پست سالیانه من بشه 5 تا بیاد. سلام، خسته نباشید. حالا فارغ از بحث‌های سیاسی، من یه بحث فرهنگی و فنی می‌خوام ازت بپرسم. هم نویسنده‌ای، هم موسیقی کار می‌کنی، هم وبلاگ می‌نویسی. به عنوان یه نفری که هم کتاب می‌نویسه تو حوزه فرهنگ، داستان و هر چیزی و از وبلاگ هم استفاده می‌کنه برای دستیابی به مخاطب، می‌خوام نظرت رو ببینم که این دو تا در کنار هم کدومش بردش بیشتر می‌دونی؟ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ وبلاگ چقدر تاثیرگذار بوده؟ و الان دسته‌بندی‌های وبلاگ‌ها رو چجوری می‌بینی و فکر می‌کنی که مثلا اگه هماهنگ باشن توی بعضی جریانات به کجا میرسه؟ اولا یه توضیح چند ثانیه‌ای راجع به کتاب که فرمودید بده. نویسنده‌های ما متأسفانه واقعا در وضعیتن. من در مشکلات چاپ و انتشارات و اینا به طور مستقیم خودم شرکت دارم. می‌بینم که چقدر نویسنده‌هایی داریم که اثراتشون ارزش چاپ شدن داره به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر عدم پشتوانه‌های مالی توسط انتشارات‌ها، اینها میمونن روی زمین و چقدر کتاب‌های چرت و پرت، واقعا شاید از این کلمه بهتر نتونم اینجا بگم، کلمه مؤدب‌تری نمیتونم بگم، توی بازار ما هست که اینها میاد بعضن میرسه به چاپ‌های 20م 30م، کتاب‌هایی که با چگونه شروع میشه، چگونه در 5 دقیقه مدیر شوید، چگونه در 30 روز پولدار شوید، چگونه در عرض 1 ساعت بهترین آدم کره زمین شوید، چگونه بهترین دوست رو پیدا کنید. کتابایی که دارن می‌نویسن امثال قورباغه رو قورت بده، قورباغه رو قورت، اونا که اکثرا مربوط به گروه‌های این کتاب‌ها هستش که الان مد روز جامعه ما شده و مردم دنبال حل کردن تمام مشکلاتشون تو کمتر از 30 روز، 20 روز یا 15 روز هستن. کتابایی که از این دست تقریبا داره. این مشکل کتاب جامعه ما هستش و کتاب خوب هم میاد تو کتاب فروشی، بعضا مشکلات اقتصادی که مردم دارن واقعا دیگه به کتاب نمیرسه. یعنی شاید شما از سر دلخوشی از سمت انقلاب رد شی، اون هم ماکسیموم دلتون بخواد یه دیوان فروغ فرخزاد یا چیزی که بهات تو خونتون پاره شده یکی نوشو بخریم بذارید جاش. ولی کتاب‌های جدید رو من اکثرا می‌بینم خیلی کم می‌خونن. چرا؟ یک سری کتاب‌ها هستن که توسط ارگان‌ها حمایت میشن که مربوط به افراد خاص هستن. اینها بله ساپورت‌های خیلی قشنگی دارن که
300 جلد این ارگان میخواد، 400 جلد اون ارگان میخواد، این ارگان 500 جلد میخواد. این نویسنده ها چرا کتاباشون خوب فروش میره، ولی کسای دیگه افراد معمولی بعضن توشون هستن، مثل همین کارهایی که جدیدن هستش و داریم میبینیم خوبم 2-3 تا دونه خوب توش هستش و خوبم داره فروش میکنه، ولی شاید بگم به جرات 70% از نویسندگان و شاعران ما، مخصوصا شاعران ما که خیلی هاشون رو هم میشناسم، تو مزیقه هستن از لحاظ چاپ کتاب و فروش کتاب، و چون مشتری نداره، چون بازار نداره و این هم باز میره به یه سری مشکلات اقتصادی و فرهنگی. وبلاگ در دسترس‌تره به نظر من. وبلاگ و سایت هم سهولت داره، هم از لحاظ هزینه برای اکثریت مردم یه چیز به هر حال راحتی است، تو محل کارشون تو منزلشون هزینه اضافی نداره و مردم ما هم دیگه الان حوصله کتابخونی ندارن واقعا. یعنی موقعی که بیکار میشینن چنان فکرهای مختلف میاد به سمت ذهنشون که تنها چیزی که یادشون نمیفته خوندن کتاب. اصلا نباشیم بزرگوار. سوال هستم در مورد پستی که حذف کردیم. دو تا پست من حذف کردم. اوکی، دو تا پستی که حذف کردیم، یکیش بکنم امنیت اجتماعی بود. میشه دلیل حذف این پست رو بهم بگی؟ چون با گردنمون از مو باریک‌تر حذف پست رو برداشتیم. و دوست داریم این گردن باریک‌تر از مو رو همچنان روی تنمون حس کنیم به چند سال آینده. ولی باشه خدمت توضیحش رو عرض می‌کنم. این مطلبی که احتمالاً مطلب خوب کاملا خونده بودی چون می‌دونی حذف شده. رو صحبت شده بود راجع به ون‌هایی که به تعداد زیاد سر میدون‌ها و خیابون‌ها می‌ذارن برای اینکه تذکر بدن یا احیانا بیشتر از تذکر بدن گاهی اوقات به خانم‌ها مخصوصاً که رعایت کنن یه چیزایی رو. ولی بحث ما اینجاست. من چیز دیگر رو دارم ببینم. من می‌بینم که چندین ماه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه حقوق نگرفتن. چندین ماه کارگران کارخانه‌های دیگه حقوق نگرفتن. تحصن‌های اینا ما چند 2 هفته پیش اول مهر رو داشتیم. من به این فکر می‌کنم که بچه‌های اینها با چه پولی رفتن و کتاب و دفتر و مداد خریدن. من از این بابت ناراحتم که آیا اون پولی که صرف اون امنیت اجتماعی شد این واجب‌تر نبود؟ یعنی این افرادی که چندین ماه حقوق نگرفتن، چندین ماه با مضیقه دارن زندگی میکنن، واقعا صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن. بچه‌هاشون که من 2-3 تا خانواده‌هاشون از نزدیک در ارتباطم باهاشون که واقعا پول دستی میگیرن و این بچه‌ها رو به مدرسه میفرستن بابت خریدن چند تا چیز جزئی، کتاب، دفتری که شاید به جرئت رو همدیگه 30-40 هزار تومان نشه. آقایی که صحبت میکرد من باهاش خودم مستقیم صحبت میکردم که از کارگران این نیشکر هفت تپه بود و چند ماه حقوق نگرفته بود. میگفت خدا شاهده بنده الان فقط بابت نسیه خرید ماست به بقالی سر کوچه 120 هزار تومان بدهکارم، به قدری که نون و ماست خوردن اینها. من میگم که این هزینه واقعا واجبتر نیست که اینجا صرف بشه، ولی میشه از اون هزینه ها کم کرد و به این قسمت ها رسید، قسمت هایی که واقعا اگر نزدیک میدیدید دلترین آدمای این کره زمین هم به رحم می‌آمد. علت حالا حذف پست، این علت گذاشتن پست بود. همون گردن باریک بود. مرسی. دلیل اون پست دومی که حذف کرده بودیم اون چه دلیلی داشت؟ پست سردار زارعی بود که حذف کردم به خاطر اینکه بعضا دوستان گفتن که پست آسایشگاه پست سردار زارعی بود که پست دوم که حذف پست سردار زارعی بود که به نظر من اولا که من نمیخواستم پست رو حذف کنم چون پستی بود که واجب بود که باشه، چرا که ایشون در جایگاهی بود که امین جامعه بود، امین جان و مال و ناموس این مردم بود و نباید همچین برخوردی انجام میداد. و نشون میده که هنوز هم این دقیقاً همون جمله‌ای که به آقای کلانی گفتم، اکثریتشون نه، شاید کم نصف دلسوز هست، دستشون بسته است، بعضا دستشون بسته است، نصفی هم هست که مثل این دوستمون جناب آقای زارعی داره فراموش میکنه. من برای این پست رو گذاشتم، گفتم خیلی از سایت ها گذاشتن همون پست رو و حالا یه ذره با انشاهای مختلف ولی همون موضوع رو گفتم که بذار ما هم قطعی از دریای پستا بشیم. علت حذفش هم اولین شخصی که برای من کامنت گذاشت و خیلی ناراحت بود گفت آبروی مردم نباید ریخته شه. خانم بنت الهدی صد بود، نمیدونم تو جلسه نیستم، وبلاگ دادگاه رسمی. بعد یکی دو تا دیگه از دوستان بودن که همین چیزو گذاشتن، گفتن خب جای دیگه ذکر شده. گفتم پس جای دیگه ذکر شده شما چرا زورتون به من رسیده فقط این حذف کن. من به حرمت نفس دوستان واسه اینکه به قول معروف نفسشون شهید نشه ما پست رو حذف کردیم، ولی پست لازمی بود. هر کسی که دستی در به هر حال
مطبوعات و کتاب و روزنامه و اینترنت داشته باشه قطعا موضوع رو خونده بود. گفتن من منباب آگاهی نبود، منباب این بود که داغ دل خودم رو یکم خنک‌تر کنم و مخاطب خودم هم بخونم. علت حذفش هم که به حال به خاطر دوستان بود. من به مخاطبم خیلی احترام میذارم. یعنی اگر که مخاطب من رو توجیه کنه که پست شما اشتباه بود، من بهترین پستم رو صبح حذف میکنم. اگر کسی منو توجیه کنه که این وبلاگ به درد نمیخوره، من صبح تعطیلش میکنم. پست آسایشگاه واسه چی هست که؟ آسایشگاه پست داشته نمونه آسایشگاه مجموعه هستش پست. بله چون ما پست هستش فیلمی بود که به هر حال جانبازای این جنگ تحمیلی برای ما واقعا اشخاصی بودن که شاید به جرئت بگم بیشترین زحمت رو تو جامعه همین شهدا و همین جانبازا، شهدایی که رفتن و جانبازایی که موندن. توی فیلمی ما می‌دیدیم توی جانبازان آسایشگاه سعادت آباد که چه جوری برخورد میشه با این جانبازای اعصاب و روان، جانبازایی که واقعا دست خودشون نیست یه کارایی. اینا رو محبوس می‌کردن 48 ساعت توی اتاق دربسته با یه سوراخ و به تخت می‌بستن، با چوب می‌زدن، با کابل اینها رو می‌زدن. حتی به نظر من شخص روانی توی یک بیمارستان روانی حقش نیست که این بلا سرش بیاد، چه برسه به اون جانبازی که این ذهن و این عقل و این فکر رو به خاطر شمای نوعی از دست داده. اون رفتار واقعا شأن اون جانباز نیستش و به هر حال میگم خیلی واسه من عجیب بود و اون پستی که گذاشتم علتشون بود و هنوزم پست هست. سلام عرض می‌کنم. عرض کنم خدمتتون در مورد همین بحث سردار زارعی و بحث‌های مربوط به فساد اقتصادی مسئولین و غیره. یه بحث این وسط مطرحه، اونم بحث نفاقه که آخرین مرتبه‌ای که ما داشتیم، حالا بنده سنم کمه ولی به یاد ندارم که آقای سید علی خامنه‌ای فرموده باشن که در مورد یه بحثی صحبت نشه. یعنی شدیدترین بحث همین بحث دوستی با اسرائیل بود که بعضی از نخبه‌ها آقای خامنه‌ای میون کلمتون حرف خیلی قشنگی زدن، چیزی که لازم به ذکره. ایشون گفتن که حتی خود من رو میتونید نقد کنید. بحث نقد نیست، گفتن این مسئله تمام شده، نخبگان دیگه در موردش صحبت نکنن. حالا اینجا بحث نفاق مطرح میشه و اینکه حالا بعضی از افراد معتقدن افرادی از جمله سردار زارعی اسراری از نظام میدونن و تهدید میکنن که اگر این اسرار رو فاش کنن میتونن یک شبه جامعه رو به هم بریزن. حتی ما تو بحث سردار قالیباف زمانی که از نیروی انتظامی استعفا دادن بسیاری از پاسداران این بحث داشتن که ایشون حتما اگه رئیس جمهور نشه یه پستی میاره چون یه همچین اخلاقی داره و ما دیدیم که تو بحث محیط زیست این بحث پیش اومد و ایشون تهدید کردن که شاید خیلی از راسای محیط زیست رو خواهند. نظرتون در مورد این چیه که بسیاری از مسئولین که انقدر گستاخ شدن رازهایی از نظام میدونن و تهدید میکنن که با این نفاق میتونن یه شبیه قبل از جواب سوال شما من لازم به ذکر که یه چیزو حتما بگم. جوابم رو نگرفتم ببخشید. حالا خدمت حالا جواب سوال شما. چیزی که میفرمایید توی تمام جوامع هست. به هر حال یک جامعه انقلابی با یک سری از افراد شروع میشه. یعنی یک سری از افراد هستن که هسته مرکزی یک جامعه انقلابی هستن. ما در کتاب جبر انقلاب نوشته ام وی کاماس همچین چیزی رو میخونیم. فصل دوم نوشته جبر، فصل دوم توضیح راجع به جبر انقلاب هست. اسم خود کتاب هم جبر انقلاب هست، نویسندش ام وی کاماس هستش. و توضیح همین رو میده. میگه یک هسته مرکزی داره انقلاب با یه هسته مرکزی میاد بالا که به هر حال اینها باید ارکان این انقلاب باشن و انقلاب هم به جلو میبرن و اینها هیچ کدوم گردونه قدرت رو هم رها نخواهند کرد و این مادام العمری که اون انقلاب پابرجاست اینها هم پابرجا هستن. این یه چیزی هست که نه مختص انقلاب ایران باشه، مختص تمام انقلاب‌های تمام جاهای جهان هستش. دسته که شخصیت داره. میگه که من گوشه نشینی بکنم بهتر هستش که خیلی از حرف‌ها رو تحمل کنم و تن به خیلی از قالب‌هایی که با سلیقه من جور نیست بدم. ولی اون دسته که قالب و چارچوب اولیه انقلاب‌ها رو حفظ می‌کنن، اونها مادام العمری که باشن در انقلاب‌ها هستن و در رأس قدرت. این در مورد تمام انقلاب‌های کره زمین. و میتونن نفاق هم انجام بدن؟ هیچ موقع اون شخص این کارو نمی‌کنه. چرا؟ دلیلش بیرون بهت میگم.